سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به دوره متخصص وردپرس. اول از همه توی این دوره ما میخوایم چی یاد بگیریم؟ میخوایم آموزش طراحی وبسایت یاد بگیریم. طراحی وبسایت با وردپرس. وردپرس چیه؟ وردپرس یه سیستم مدیریت محتواییه که به ما اجازه میده بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی وبسایت‌های زیبا و خیلی حرفه‌ای طراحی کنیم. امروز نصف وبسایتایی که داره تو دنیا بالا میاد با وردپرس ساخته شده. ما هم تو این دوره قصد داریم وردپرس رو از 0 تا 100 یاد بگیریم. بچه‌ها، من و تمام کسایی که وردپرس کار میکنن تو ایران و تمام کسایی که دانش برنامه‌نویسی دارن حتی و کلا کسایی که تو حوزه طراحی وبسایت فعالیت میکنن یه بار نشستن حوصله کردن و این آموزش‌ها رو دیدن و الان این دانش پولساز و مدرن و بلدن و ازش کسب درآمد میکنن. خواهشی که ازتون دارم اینه که این دورو تا انتها ببینید، جایی جا نزنید، ناامید نشید تا بتونید این دانش رو به صورت کامل یاد بگیرید و بهتون قول میدم به درد میخورم. برای اینکه بهتون انگیزه بدم یه حقیقتی رو میخوام بهتون بگم. این وبسایت که الان دیدید توش بودیم با وردپرس بالا اومده. وبسایت خود وبیفای و تیم ماست. این وبسایتی هم که الان دارم بالا میارم با وردپرس طراحی شده. میبینید توی حالت لپتاپ یه وبسایت خیلی قشنگه، توی حالت موبایل یه وبسایت خیلی قشنگه. همه اینا رو بهتون آموزش میدم. یه دوره هستش این سری ویدیوها که توی یه پلیلیست داریم، یه لیست پخش داریم که تو آپارات نوشته لیست پخش، واردش بشید میتونید ببینید. تو یوتیوب هم نوشته پلیلیست، واردش بشید میتونید ببینید. همین وبسایتی که الان دارم بهتون نشون میدم توی 2 هفته طراحی شده و بابتش از کارفرما 20 میلیون تومان گرفتیم. تازه اگه ما تیم می‌داشتیم سریعتر پروژه ها رو انجام میدادیم، میرفتیم پروژه بعدی، یه درآمدی خیلی هنگفتی می‌داشتیم. اما خب کسی رو پیدا نکردیم که متخصص این کار باشه. اگه شما توی وردپرس حرفه‌ای بشید توسط تیم خودمون یعنی تیم وبیفای استخدام خواهید شد. اینا رو گفتم که انگیزه بگیرید، وردپرس رو یاد بگیرید و این آموزش‌ها رو جدی بگیرید. من خودم برای اینکه حوصله‌تون زیاد سر نره بعضی از آموزش‌ها رو 2 تا 1 می‌کنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا قسمت 1 و 2 رو می‌کنم یه قسمت، می‌کنم قسمت 1 برای اینکه حوصله‌تون سر نره و هی مجبور نشید ویدیوها رو عوض کنید. دوستان خیلی ممنونم که قسمت اول و مقدمه دوره رو تماشا کردید. در قسمت‌های بعدی قرار آموزش خرید هاست و دامنه رو یاد بگیریم و در قسمت‌های آینده قرار آموزش نصب وردپرس روی هاست رو آموزش ببینیم. همینجوری با هم پرقدرت جلو میریم و وردپرس رو به صورت خیلی حرفه‌ای و کامل یاد میگیریم.